میکنی قرآنی از موشن نگاه میکنی طرف خانه خدا نگاه میکنی یک کاسه حاجت چبود میکنی همینجا ملائکه خیر امون رو مینویسه که صاحب ای ملائکه شر وظیفه‌اش چیه؟ فقط گناه اقارت میکنی دشنام میتی چشم چرانی میکنی زنی نامحرم نگاه میکنی فیلمای مبتذل تماشا میکنی دنبال فحش چه عملی انجام میدی این مینویسه نه که الله سبحانه و تعالی اینقدر یک شانسی بزرگی داده که این ملائکه را میگه که 6 ساعت بعد مینویسی تا 6 ساعت اگر این بنده ما عملی نیک انجام نداد بعد تو بنویسش اگر توبه کرد یا بعد ایو چیزش یک کاری خیر کرد میگه الله سبحانه و تعالی قرآن ده میگه بسم الله الرحمن الرحیم ان الحسنات یذهبن السیئات نیکیو بدیو را میپوشونه جبران میکنه به قول معروف ما و شما تکریوت میکنه وقتی که تو یک کاری بدی انجام دادی در یادت بگی در یک کاری خوب انجام ده یک کاری نیک انجام ده دنبالش زود که اوجا را چکنه این ملائکه ننویسن اگر نویسن دیگه تمام 6 ساعت بعد اگر نکردی می نویسن بعد انسان اینقدر خداوند کریم انسان را دوست می‌داره که شیطانی بدبخت انسان را میگفته که خداوند میگفته من همین بنده پشتی همین بندود مرا از جنت بیرون کردی من اینقدر پیش شیطانی بودم که در یکم نفر در جنت بودم آدمی همه بزرگ بودم نه که به خاطری که همین شیطان از شیطان گفت که همین آدم در سجده کن الله سبحانه و تعالی میگه و قال ربكم للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس وابى واستكبر وكان من الكافرین زمانی که الله سبحانه و تعالی بر ملائکه گفت سجده کنید حضرت آدم ده فسجدوا همه ملائکه سجده کردند الا ابلیس سجده نکرد و ابى وكان من الكافرین یعنی چیکار کرد تکبر کرد و ابى واستكبر وكان من الكافرین یعنی تکبر کرد گو من از آتش شدگی بی از خاک چرا باید سجده کنم الله سبحانه و تعالی گفت که برای رجیم موندش ابلیسش موند دیوسش موند ای جنت چیزش کرد بیرون کرد گفت که این بنده مرا ای آدم مرف آفریدم من این خلیفه روی زمین اینی جعل فی الارض خلیفه من این در زمین خلیفه آفریدم تو همین که سجده نکردی تا جنت بیرونش کرد با شیطان همونجا خداوند گفت که ای پروردگار من یه شانس بده گفت چی شانس تو روز قیامت من این بندوی تو گفت همش بیره هم میکنم قطعی خودم دوزخ میبرم که الله سبحانه و تعالی گفت مالی وقت تو روز قیامت همی را که گفت من یارو هم خیمه کنم یه پروردگار تا پشتی همین آدم ما رسل کردیم همین آدم نسل شد نوسا شد همین خیلی میکنم همش دوزخ میبرم الله سبحانه و تعالی گفت اگر بنده من یک بار استغفر الله بگه توبه کردم بگه خدا من میبخشمش خلاصا بحث مناظره شیطانی لعین به خدا زیاد میره و خیلیشون میکنم آخر در الله سبحانه و تعالی چی میگه گوش که میگه بندام همین یک بار اشک ندامت بریزونن پشیمان شون توبه کنن جنت میدرون شو ای دستی چی میوید آخر در با شیطانی لعین چی میشه و هیچی بیا کم میشه یعنی در اون میو پروردگار بونم در اون کریم رزاق بونم که هر وقتی که ما گناه انجام میدیم توبه کردیم استغفر الله گفتیم ان شاء الله خداوند چیکار میکنه بخشنده خدای تعالی کریمه شیطان نمیتونه که